با تازه‌ترین اخبار تاجیکستان و جهان شما را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی آشنا می‌کنیم. شعله گلخوجه هستم. سلام. قبل از تفصیلات خبر و گزارش شد توجه کنید به موضوع امروز 4 ایون. در حالی که مهاجران تاجیک در روسیه به تجلیل ایدی فیتر شروع کردند، در تاجیکستان امروز عرفه است و ساکنان به جشن آمادگی می‌گیرند. می‌توانیم که برای کودکان خرسند شدن، می‌توانیم که یگان لباس تازه نو باور کنیم. کارشناسان میگویند به احتمال زیاد مهاجرانی که در شعبه‌های پلیس ناپدید می‌گردند از سوی خدماتی امنیتی روسیه بازداشت شدند. وزارت امور داخله تبهکاران را می‌جوید و کی و به چه خاطر دیوارهای آهنین قبرها را در آرامگاه سریاسی می‌کند. همون وایه قپیدیم، همون دوزور ما خود ما قپیدیم. در تاجیکستان تجلیل ایدی رمضان 5 ایون شروع می شود. در این باره شورای علمای مرکزی اسلامی تاجیکستان آخر هفته گذشته قرار قبول کرد. در گذشته در این روز کودکان به خانه همسایه ها و نزدیکان رفته تحفه می گرفتند، ولی 2 سال پیش مقامات ایدگردک را محدود کردند. اما به هر حال والدین در عرفه ایدی رمضان برای خوشحال نمودن فرزندان به سوی بازارها می شتابند. زرانگیز نوروشو و برادیو صوفی در این باره گزارش می دهند. فرارسی ایدی فیتر در برابر دیگر مال و محصولات نیاز اولیه بازار سر و لباس کودکان را در تاجیکستان طور معمول گرم کرده است. والدان میگویند این سنت قدیمی مسلمانان تاجیکستان است که مخصوصا در عیدهای مذهبی برای کودکان سر و لباس عیدانه تهیه میکنند. عید خرسندی ها روی در سخون هم که چی نکنیم، میتوانیم که برای کودکان خرسند شدن، میتوانیم که یگان لباس تازه نو باور کنیم بگیریم شما مقصد. کودکان هم عادت کردند که در عیدهای مذهبی سر و لباس نو باور کنند. حتی این عادت آنقدر به ذهنشان عمیق نشسته است که چند روز قبل از عید والدان را یادرس و حتی مجبور میکنند که سر و لباس عیدانه را فراموش نکنند. روزی لباس نو نمیپوشیم، ایدگردک میریم. چی خرید چی لباسی خرید؟ ماده چند برو خرید، جینز خرید، لباس خرید، نو خرید. در میان مردم تاجیک عقیده هست که اگر در عیدهای مسلمانی امکان خرید لباس نو برای کودکان را نداشته باشد، باید یک ریسمان آب نارسیده را به انگشت کودک پیچانید و یا سوزنک نو را در لباسش چسبانید. این را نشانه سر و لباس نو می‌دانند. این لباس نو هم نباشد و همین مثال کهنه هم باشد، پاکیزه باشد و برای عید بهترین است. محض به همین خاطر قبل از عیدها در بازارهای سر و لباس والدان همراه با کودکان زیاد مشاهده می شوند و حتما چیزی برایشان می خرند. برای تاجران سر و لباس کودکانه عیدهای مذهبی فرصت مناسب برای گرمشوی تجارتشان است. لباس ما بسیار میکنیم که چقدر کودکان در لباس بسیار میگیرند. برای ما چقدر در عید لباس ما زیادتر میبریم در بارمانه. چیزی دیگری که کودکان از والدان در عیدهای مذهبی تقاضا میکنند خلطچه ها برای جمع آوری تحفه های عیدانه است. تاجران هم به همین منظور طلبات قبل از عیدها خلطچه های مخصوص عیدانه منقش فرمایش میدهند. برای عید زیاده از 200 دانه آوردگی می‌کنیم. طلباتش بسیار کودکان بیشتر همین رو استفاده میبرند. زیاده از 200 دانه بود خیلی حضورش هم یک 20 دانهش مونه، 10 دانه گش مونه. سالهای اخیر در تاجیکستان سری موضوع ایدگردک کردن کودکان در روزهای عیدهای مذهبی بحث‌ها زیادند. تعداد مخالف در روزهای عید خانه به خانه سر زدن و عیدانه طلب کردن کودکان است. به قول آنها این عادت یک نوع آموزش طلبندگی از کودکی است. اما تعداد دیگر بر اینند که این یک سنت مردم تاجیک است. حداقل برای خرسند کردن کودکان در عیدهای مذهبی بر عوض تبریکات عیدانه به کودکان شیرینی‌ها و یا کدام یک تحفه خرد انعام می‌کنند. ضمناً صبح امروز 10,000 مسلمانان از جمله مهاجران تاجیک در مساجد شهرهای مختلف روسیه نماز عید رمضان را خواندند. طوری از نوارهای فرستاده کاربران آزادی ویدیو دیده می شود. صبح بر وقت هزارها نفر عازم مسجدها شدند، ولی بنابر زیاد بودن شماره نمازگزاران بیشتری ها نماز خود را در کوچه های اطراف مسجدها خواندند. در پی نماز همان گونه که از نوار بازار صدوات مسکو می بینیم دسترخوان عیدانه هم فراموش نشد. ماه شریف رمضان امسال از 6 می آغاز گردیده در اکثر کشورهای عالم تا 3 ایون ادامه یافت. عید فیتر یکی از 2 عید بزرگ مسلمانان است که همه ساله در روز اول ماه شوال پس از پایان ماه رمضان برگزار می شود.
در ادامه موضوع مهاجران، پیوندان عثمان و سعدالله ظریفов ها 2 سال باز در روسیه آنها را جستجو دارند. این 2 نفر را کارمندان پلیس بازداشت کردند و به همین بنشان شدند. کریم جونیوروف، یک حامی حقوق مهاجران تاجیک در روسیه، میگوید یک سال اخیر شکایت های دسترس شدند که پس از دعوت به شعبه پلیس مهاجران غیب میزنند. او میگوید پیوندانشان ماهها آنها را جستجو میکنند ولی بی نتیجه. همکارمان مومن احمدی قبل از آغاز برنامه با کریم جونیوروف صحبت داشت و نخست از او پرسید که بی‌درک شوی مهاجران اساساً در کدام منطقه روسیه به قید گرفته شده است. مهاجران کاری اصلا در شهر مسکو و ولایت مسکو بی‌درک میشوند. عموما در روسیه بسیاری بی‌درک میشوند و قسم زیادی آنها از طرف مقامات های مخصوص بازداشت میشوند و در نتیجه خویش تبور خیلی دیر درک می‌یابند و وقتی که فوراً هم درک یابند با آنها نمیمونند که با آنها بخورند و بعد چندی مقامات میگوید که آنها را سر دادند و آنها عموما معلوماتی ندارند که آنها در کجا میباشند. سپس همکارمان از کریم جونیوروف پرسید وقتی نزدیکان مهاجران ناپدید شده به او مراجعت میکنند از چه راهی به آنها کمک میرساند؟ ما با طرز رسمی با آنها کمک میکنیم. وقتایی میشه که با طرزهای غیر رسمی از منبعهای خود درباره نفران میپرسیم و چندین نفران هم یافتیم که آنها در زندانهای روسیه بودند یا که در خود روسیه در کدام شعبه بازداشت میشدند و متاسفانه در روسیه هم وقتهای آخر گپ خبر زیاد است که خدمات مخصوص روسیه FSB زندانهای مخصوص دارد و در آنجا شهروندانی که با تروریسم و اکستریمیسم متهم میشن بازداشت میشن، ولی در این باره یگان اطلاعات معینی نیست. کریم جونیوروف بود که به سوالهای مومن احمدی پاسخ داد. رو می‌ریم به موضوع دیگر. نزدیکان محکوم شدگانی که برای تشکیل آشوب در محبس خوجند عیبدار می‌شوند گفتند خویشاوندانشان را ناگهانی به دوشنبه انتقال دادند. مقامات میگویند انتقال محبوسان طبق نقشه صورت گرفته است. بررسی دادگاهی افرادی که برای اشتراک در آشوب محبس خوجند گمانبر دانسته می‌شوند ماه مارس از سوی دادرسان دادگاه عالی شروع شد و تا این وقت پشت درهای بسته می‌گذرد. میرزا نبی خالقزاد با جزئیات بیشتر. 33 نفر از محبوسان محبس رقم 3 شهر خوجند از بازداشتگاه شهر خوجند در هفته گذشته به بازداشتگاه رقم 1 شهر دوشنبه انتقال داده شدند. پیوندان آنها از این حالت خیلی نگران شدند و تنها بعد از آن که غذا برای نزدیکانشون به بازداشتگاه شهر خوجند بردند، در اونجا مسئولان بازداشتگاه گفتند که آنها دیگر در این بازداشتگاه نیستند، آنها را به دوشنبه انتقال دادند. این خبر را سرریاست اجرای جزای وزارت عدلیه تاجیکستان نیز تصدیق نمودند. از جمله گنرال منصور جان عمروف سردار سرریاست اجرای جزای وزارت عدلیه تاجیکستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این تدبیر به خاطر امنیت و بی‌خطری گرفته شده است. یعنی وی گفت که از بس که اکثر اینها اعضای گروه‌های تروریستی هستند، از جمله اعضای گروه داعش یعنی معروف به دولت اسلامی هستند، میتوانند به ناآرامی‌ها شاید یا که به آشوب دست بزنند. از این رو آنها به دوشنبه آورده شدند و تحت نظارت قرار دارند و در همینجا دادگاه عالی تاجیکستان در نزدیکترین فرصت حکم آنها را اعلان خواهد کرد. اما این وضعیت بیشتر نزدیکان آنها را در تشویش گذاشته است، زیرا آنها نمیدونند که با فرزندان آنها که به دوشنبه آورده شدند چی مناسبت کرده خواهد شد. مادران یکی از این محبوسان در صحبت با رادیو آزادی گفت که بعد از آن که آنها آگاه شدند که فرزندانشان را به دوشنبه آورده اند و در نظر دارند که روز 6 ایون به دوشنبه آیند و منتظر حکم دادگاه بمانند. تاجیکستان در ظرف 6 ماه آخر شاهد آشوب‌ها در 2 محبس تاجیکستان شد که هر دو این آشوب‌ها پرقربانی و مرگبار بودند. بعد از 6 ماه حادثه زندان رقم 3 شهر خوجند، اینک در محبس وحدت معروف به کرپیچ نیز روز 19 می همین گونه آشوب برخاست که جان 32 نفر را با شمول کارمندان زندان گرفت. در حال حاضر دادستانی کل تاجیکستان با تأسیس یک گروه کاری این حادثه را سنجیده ایستاده است و تا حال حاضر در نسبت 25 نفر از محبوسان وحدت پرونده جنایی باز کرده است و همچنان سنجش خود را ادامه داده ایستاده است.
بورانگاری و آبخیزی چند روزی اخیر به صدها خانه در دهه گلستان نوحیای وسیع ضرر رساند. ساکنان میگویند این آفت طبیعی در یک آن واحد تمام زندگیشان را به هم زد و اکنون نمیدانند شب را در کجا روز کنند. دهات گلستان یکی از کلانترین دهات نوحیای وسیع به حساب میرود و محمود جان رحمتزاده با وضع ساکنانش آشنا شد. گزارش رستمی جانی تقدیم میکند. در دهات گلستان آبخیزی شد و دهها منزل زیر آب و لای ماندند. دینا وگا دا اومد یک باره هم از سفیلو چپاشید خونه افدارمون با تریزا پردیم خونه اولادم گرفتیم دیگه این اول ندیده سینچ خیلی آخه. در زمان نوار برداشتن ماه که قریب یک روزی بعد حادثه بود، کارمندان نیروهای امدادی دولت مشاهده نمی شدند. هر کس با نیروی خود عاقبت‌های سیل را برطرف می‌کرد. آدمای کلالای ما آدمای چی خواهش می‌کنیم که همین لوای شورا فوندامید برزن بلند کنن آخی هر سال ما را آوامی تر می‌کنن ما می‌کنیم الا خونه می او میشو می خونه مونده درآمده ما یگان پوشاکی نهار کرتا ندارن گلک سگمون همه چپگاوا ما در تای اوغلمون الا خمون چپاشید دیگه نه پوشاک داریم نه خالین بعد دادی ما برسن آخی یگان کلانی حلال باشه اگر گلستان از دهات سر اهالی ناحیه واسع است. با گفت ساکنان هر بهار در روزهای بارانی به این حال گرفتار می شوند. از بس که سواحل رودی نزدیکی ده مستحکم نشده اند، سیل به منزل مردم می ریزد. همه دیگه دیگه نمونده. چی کنیم دیگه اینا؟ همه را بریم خونه خالی کتالی ما بودم در خونه همتویا موندم اومدم اینا. فرزندان این زنی 80 ساله در این حادثه چاروایشان را از دست دادند و خانه هایشان ویران شدند. او میگوید این باری چندم است که زیر سیل میمانند. آنها نمیدانند چی کنند. اوغلاش چپاش دم گمی چی زندگی دارن نه همین چی زندگی دارن همیو. مقامات ناحیه واسع گفتند در دهات گلستان تا 400 منزل ضرر دیده است. آنها تلاش دارند هرچی تیزتر به ضرر دیدگان کمک رسانند. مردم باور ندارند که این کمک تیز می رسد و می کوشند تا حد امکان چیزی را از دارایی خود از زیر لای آب بیرون بیاورند. آرامگاه سریاسیو در مرکز دوشنبه شاهد تبهکاری شده است. در این قبرستان که 10 گکتار مساحت دارد از جمله افراد شناخته تاجیکستان نیز دفن شدند. هرچند ریاست آرامگاه‌های پایتخت از چند سال پیش در قبرستان‌ها نظارت شبانه روزی را بر راه مانده است، اما نفران تبهکار ناترسانه پنجره‌های اطراف قبرها را می‌کنند. چرا این موضوع در گزارش سروینازی روح‌الله. دیوارهای آهنین قبر زبانشناس معروف عبدالرحمن بخاریزاده را در آرامگاه سریاسیوی شهر دوشنبه کندند. وزارت امور داخله ویرانکارها را می‌جوید و از روی این عمل پرونده جنایی باز کرده است. همروز این کار رای شدگی نیست. اینا چند یگان مدتی 4 ماه 3 ماه 5 ماه پیش اینا مثال دزدگی. این واندال نه، این حسابی دزدی حساب کرده اومدند باید. سریاسیو بزرگترین آرامگاه شهر دوشنبه است. اینجا میت‌ها نوبسته از اعتقاد و مذهب پهلوی هم دفن شدند. بهادر سفروف دیرکتور نوی آرامگاه مذکور است. او میگوید دزدی پنجره‌های بالای قبر در اینجا حادثه نادر است و بعد این حادثه پاسبانی موضع را سخت‌تر کردند. اینجا همه کارگر قبرستانی که در اینجا مثال کار میکنند، ما همشه برآمدش همشه دیگه کده شب‌ها برآمده بین قبرستان با آدمای برآورده گروه و کده نگاه نظارت میکنیم که همه چیزا تکرار نشوند. آنچه دزدان را به قبرستان میآورد همین متال‌های بالای گور است که در بازار میفروشند و درآمد میگیرند. آدمی که آهن قبول میکنه هوای نمیپرسه که مثال گپ هم بچه که تو مثال گپ همین آلومین ایجا گرفتی آوردی. ما یک سال همینجا ده همون وایه قپیدیم، همون دزور ما خود ما قپیدیم با ارگان سپاریدم هم آدمایا. نه در دین رسم بیا نه در کاری دولت. این مطلب آخری برنامه امروز بود. گزارش‌های از این بیشتر رو میتونید در کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو تماشا کنید. اخبار روز در وبسایت رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org دست رساند و علاوه شبکه‌های اجتماعی نیز صحیفه از در اونجا که میتونید در اونجا مطالب خواندنی رو پیدا کنید. فردا صبح بر وقت نوید بامدادی تقدیمتون میشود. تا ملاقات بعدی خدا نگهدار و عید سعید فطر مبارک باشد.